به دقت دوستداران و طرفداران مولانا محمد معروف راسخ حفظه الله تعالی رسانیده می شود و شبکه یوتیوبی و تلگرامی مولانا محمد معروف راسخ حفظه الله تعالی ابونه شوید. در شبکه یوتیوبی مولانا محمد معروف راسخ ویدیوها از قبیل خطبه ها، درس های تفسیر، درس های حدیث، شرح فتح المجید از کتاب التوحید و دیگر سخنرانی های ایشان منتشر خواهد شد و در تلگرام باشد تمام درس های تفسیر و حدیث و درس شرح فتح المجید از کتاب التوحید و دیگر سخنرانی های ایشان و پاسخ به سوالات فقهی و عقیدوی از طریق واتساپ و تلگرام منتشر خواهد شد. اگر بخواهید در اجر ما شریک شوید، پس صفحات ما را برای دوستان و رفیقانتان ارسال نمایید. این را بدانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند پاداش دعوت کننده مثل پاداش عمل کننده آن است. پس بسم الله، لحظات خود را مبارک بشمارید و در نشر دعوت سهم گذار باشید. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دوستان عزیز، برادران و خواهران محترم که در هر جای دنیا و درس توحید میشنوین، ما در ارتباط به طاغوت توضیح دادیم و فتوا و نظر یکی از علمای بزرگ سعودی که محمد ابن ابراهیم آل شیخ، خانواده شیخ محمد ابن عبدالوهاب بود و مجتهد عصرش که تولدش در سال 1311 هجری قمری و وفاتش در سال 1389. حال ما شما این در 1443 هستیم. پس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل آیت 36. دوستای عزیز، در ارتباط با عقیده توحید، کتاب بسیار مهم که فتح المجید شرح کتاب توحید است. این را ما شما در بخش توحید در عبادت یا توحید الوهیت آیت قبلی را بیان کردیم که الله فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. او را توضیح دادیم که هدف از پیدایش انسان ها که الله متعال اینا را خلق کرده و برشان وجود دادگیست، نعمت ها را فقط عبادت الله است. و عبادت توضیح دادیم، توضیح کافی بود، انشاءالله فهمیدین شما. درس قبلی را کسایی که نبوده گوش کنن. امروز آیت دوم شیخ رحمه الله آیت دوم آوردگی است که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آیت اولی که بود، این آیت دومی تفسیر از او است. ولقد بعثنا، الله قسم یاد میکنه، لقد کس به بالای فعل ماضی داخل شد. بعثنا فعل ماضی متکلم است، جمع متکلم به معنای قسم میاد. الله میگه قسم است که بعثنا یعنی به ذات که ما فرستادیم ما فی کل امت رسولا، در هر امت، هر قوم، هر قبیله پیامبر. یعنی جایی که انسان بوده اونجا پیامبر رفتگی است. گپ کل پیامبرها چی بوده؟ به چی گپ فرستادیم؟ به کدام پیغام؟ به کدام دستور؟ دستور و فرمانی بوده که ان اعبدوا الله، که عبادت بندگی را خالص کنین به الله. چرا؟ به خاطر اونا مشرک بودن، شرک میکردن، غیر الله را عبادت میکردن. الله گفت ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت اجتناب کنین. طاغوت یعنی غیر الله را هر کسی عبادت. این آیت در حقیقت تفسیر است با آیت که قبلی بیان شد که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. زیرا آیت قبلی دو معنای عبادت بود
و هدف از خلقت و پیدایش انسانهایی بود که برای عبادت، یعنی برای اطاعت از نظام الله، امر و نهیش پیدا شدن، که انسان ها در روی زمین مسئولیت دارن، مکلفیت دارن، مهمل نیستن، بدل خود نیستن، اجازه نیست که مطابق خواهشات خدا زندگی کنن. حال در این آیت الله ای را بیان میکند که این دهی به خاطر این عبادت و اطاعت از نظام الله همه انبیا فرستاده شدن. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انبیا بین دو کلمه فرستاده شد. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. در هر امت الله میگه ما پیامبر روان کردیم. گپشان چی بود؟ دو چیز بود. اولی که اعبدوا الله، عبادت کنین الله را. اگر کسی بگه که من الله را عبادت میکنم هم غیر الله را، این مؤمن شده میتونه؟ الله میگه نه. واجتنبوا الطاغوت، از طاغوت یعنی عبادت غیر الله هر کسی که است اجتناب کنین. اعبدوا الله، عبادت کنین الله را. مشرکین مکه الله را عبادت میکردن اما غیر الله را هم عبادت میکرد، به این خاطر اونا مؤمن نبودن. حالا اگر یک کسی بگوید عبادت خواندیم که به معنی اطاعت از امر و نهی و دستور الله، ما هم قانون الله را قبول دارم و هم قانون غیر الله که سکولاریسم و دموکراسی و کمونیسم و مثلا قانون فلانه کشور کفری فلانه کشور کفری را و هم خوب چیز است، این مؤمن شده میتونه؟ نه، این مؤمن نیست، ایمان نداره. اگر بگه هم از الله اطاعت میکنم و پیامبرش هم از غیر الله، همی رهبرای ما مهم است، علمای ما خیر است، اگر گپش مخالف اسلام بود گپ ما قبول شود، پدر و مادر هم مهم است، در این وقتی مؤمن شده میتونه؟ نه، ایمان نداره. و عبد الله، عبادت کنین الله را، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت اجتناب. عبد الله اثبات، همه عبادت ها را مختص به الله کنین، اطاعت مختص به الله بکنین. معنای عبادت باید یک تصویرش در ذهنتان باشه. دیروز خوب او را توضیح دادیم الحمدلله. و در این کلمه اجتناب الطاغوت اجتناب نفی است. توحید چی را میگه؟ که همه انواع عبادت و اطاعت و فرمانبرداری را مختص به الله میکنی و از غیرش منفی میسازی. در عقیده تا محکم عقیده داری که اطاعت و فرمانبرداری هیچ کسی را نمیکنم، عبادت هیچ کسی را نمیکنم، از قانون و نظام هیچ انسانی و مخلوق اطاعت نمیکنم. اینی را میگه ایمان. حال مسلمان ها را ببینید عبادت الله را میکنه و اکثرش خونم میکنه، یکم تاش میکنه، اما اینقدر که عبادت مخلوق میکنن، اطاعت از نظام مخلوق میکنن، از الله نمیکنن. حال اکثریت مسلمان ها ببینید اینمی است. پس معنای توحید اینمی است که مشتمل به چی است؟ به اثبات و نفی. اثبات و نفی. اول نفی میکنیم مثلا لا اله الا الله، ما شما که میگیم کلمه طیبه و کلمه شهادت و کلمه توحید و نه، عالمیه کلمه رو سه قسم معنا سرش مانده. یا کلمه تمجید و کلمه طیبه، کلمه شهادت، کلمه تمجید، کلمه توحید، همین 4 کلمه را نه در مسجدها که میخوانند. باز پنجم کلمه رد کفر و ششم کلمه استغفار، اما معنای گپ نمیفهمند. در حالی که 6 کلمه در قرآن و سنت نیست که این کلمه ناما میتو نام مانده شده باشه، اما افسوس که معنای امور هم نمیفهمند. پس لا اله الا الله هم کلمه توحید است، هم کلمه شهادت است، هم کلمه طیبه است، هم کلمه هر نامها کلی سر مانده میشه. هم کلمه رد کفر است، هم کلمه رد شرک است. اینمی 5 نام سر اینمی لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله که میگی میشه. لا اله الا الله، لا اله، نیست هیچ معبود بر حقی. چه معنا؟ یا الله غیر از تو دیگه هیچ کسی را من حیث معبود یا من حیث مطاع فرمان بردار که از او اطاعت بکنیم قبول نداریم. اول نفی میکنین چی را؟ طاغوت، معبودای غیر الله را، کسایی که میبین از ما اطاعت کنین، از قانون ما، نظام ما، طاغوتا را نفی میکنین. الا الله، مگر صرف الله. چی معنا؟ اعبد الله، لا اله اجتنبوا الطاغوت، الا الله اعبد الله. اگر ما شما معنی لا اله الا الله را بفهمیم، بازی را ذکر بکنیم و متو با عقیده لا اله الا الله در قلب ما با اینمی معنا
درک رگ وجود ما این معنا داخل شود، هیچ وقت ما و شما به کافر و به طاغوت و به نظام های کفری زنده باد مرده باد نمیگیم و نمیدویم پشتشان. اما افسوس که مردم ما نمیفهمند، درس هم برشان میتی گوش نمیکنه، میگن ما کر و کور هستیم خودشان خدا. اما این جهالت از هیچ وقت قبول نیست. وقتی که میرن غیر الله را اطاعت میکنن، شرک میکنن، باز ما گفته نمیتونیم که این معذوره، قطعا نظرش قبول نیست. اعبد الله و اجتنب الطاغوت، نفی که در اینجا منفی کرده، رد کرده، در این چی را؟ اجتناب طاغوت است. طاغوت چیست؟ کل اله، هر معبودی که عبادت شود، تو هر کسی که بگوید مرا عبادت کنین یا ما اطاعت کنین، از قانون ما اطاعت کنین، از فرامین ما اطاعت کنین، به بغی باشد یعنی به تجاوز باشد، و ظلم باشد، به عدوان باشد، به زور باشد، یعنی می طاغوت است. به هر قسم که کسی را عبادت کنه. اثبات چیست؟ اثبات عبادت فقط از برای الله، نه به غیرش. همه عبادت ها را برای الله ثابت بسازی. و می خاطر در قول الله اعبد الله چیست؟ توحید است که مثبت ثابت میکنه وحدانیت الله را. و می خاطر حتی عبدالله بن عباس میگه وحد الله یا ایها الناس اعبدوا ربکم، در صورت بقره آیت 20 که آمده ای مردم عبادت کنید ربتان، میگه وحد الله یعنی تنها الله را عبادت کنید، شرک نکنید، تنها از قانون الله اطاعت کنید، تنها از حکم و دستور و فرمان الله اطاعت کنید. و در این قولش واجتنبوا الطاغوت نفی شرک است. از شرک یعنی از دیگه کسایی که غیر از الله است، طاغوت بسیار سرکش است. این وجه که الله را عبادت کنه، مردم به عبادت خود و اطاعت از قانون و دستور و خواهشات خود دعوت میته، از او اجتناب کنین. اینجا نفی چیز؟ شرک است. خب در کتابتان طاغوت تعریف های مختلف کردگی است، او را انشاءالله بیان میکنیم. اما ابن قیم رحمه الله یک تعریف جامع کرده، امی کتاب فتح المجید و میره قبول داره. ابن قیم میگه الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. همین قسمی تعریف ابن جریر طبری هم کردگی است، تعریف از او هم باز براتان میگم. ابن قیم متوفای 751، مجتهد عالم، کسی کتابای از را بخونه واقعا که پر از علم میشه. طاغوت که است چی است؟ هو کل ما، طاغوت هر آن چیزی تجاوز به العبد حده، که تجاوز بکنند توسط از او یک بنده از حد خود، من معبود باشد تو که دعوی با او متبوع یا تابعداری از او کرده شود، مطاع یا فرمان برداری شود. یعنی هر کسی که بنده از حدش تجاوز بکند، او چی است؟ از معبود، از الله مثلا تیر شد به مخلوق، متبوع الله در همه کار، از مخلوق تابعداری میشه، اما به اندازه که مطابق حکم الله باشد، یا فرمان بردار، یا کسی رئیس است، رهبر است، وزیر است، اطاعت از او میشه به اندازه که در چارچوکات حکم الله و رسولش باشه. اگر از این تجاوز کردی طاغوت شد. اگر کسی دعوا کرد که من معبود هستم، طاغوت گفت تابعداری مرا بکنین، نه دیگه کسانی، اگر گفت اطاعت فلانی را بکنین، یا با اطاعت مخلوق مردم دعوت میته، بین گپ از این را بگیرین، گپ الله و رسوله بانین، الله و رسوله یا رسول الله صلی الله علیه و آله از او کده این میفهمید، این را بفهمین که این طاغوت شده است. طاغوت فعلوت یعنی از طغیان گرفته شده و این لفظ مبالغت به معنی کثیر و طغیان، بسیار طغیان دیگه. یعنی اجتناب کنین از طاغوت. چی معنی؟ کسایی که بسیار طغیان کردن. یکی خدای هم یا طاغوت است. شیطان خودش باز ما میگیم براتان کیا هستن. دیگه بعض انسانایی هست که خودش قانون الله را قبول نداره و حتی مردم به خود دعوت میکنه، یا به رهبر خود یا به کلان خود دعوت میده، یا به پیر خود، یا کسی را پیر جور کرده، در هر کار از او اطاعت میکنه، حکم الله و رسول مانده، هر چی پیر شاید بود. حتی پیر خدا الله جور کرده و معبود خدا جور کرده. بعضی کسا داریم از امی صوفیا هستن، میگه خدا در اشکم پیر ما داخل شده، هر گپی که پیر میزنه گپ خداست. این تو کافر میشن. اینا از طغیان گرفته شده و معنایش تجاوز است، یعنی تجاوز الحد، از حد خود تجاوز بکنه. مثلا عرب ها میگن طغى الماء، آب طغیان کرد وقتی که از حد خود تیر شد. طغى الرجل اذا تجاوز حده، وقتی که یک مرد از حدش تیر شد میگن طغى الرجل، فلانی طغیان کرد. مثل که در قرآن سورت حاقه آمده است، انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریه،
یقینا ما زمانی که طغیان کرد آب شما را حمل کردیم بار کردیم در کشتی. الله میگه یعنی از حد خود تیر شد. آبم که از حد خود تیر شد قوم نوح تباه کرد، نه او به حکم الله از حد تیر شد. معنای لغوی را که میکنیم دوستان باید از کتاب لغت بگوییم. اولین منبع کتاب لغت مثلا لسان العرب بسیاری تعریف کردگی جلد 15 صفحه 8 طاغوت همین قسمی گفتیم تعریف کرد. تفسیر طبری هم جلد 3 صفحه 19 معنی لغویش بیان کردگی است. طاغوت پس مبناش از طغیان گرفته شده، یعنی بر مبالغت مثل ملکوت و رحموت که میگیم. طاغوت چی است؟ نام است برای هر آن چیزی که بنده از حدش تجاوز کنه. حد چی؟ یعنی حد شرعی که الله برش تعیین کردگی است، حدی که قرآن برش تعیین کرده، پیامبر احادیث پیامبر تعیین کرده، از او حد طغیان میکنه، ایره طاغوت گفته میشه. و یک چیز معلوم است که شریعت برای هر چیز حدود تعیین کردگی است. و وقتی که بنده از اون حدی که الله و رسولش بیان کرده تجاوز کنه، این طاغوت میگرده و این خطرناک میشه. این حال در بخش دوم تعریف علامه ابن قیمی بود که ما تجاوز به العبد حد من معبود او متبوع او مطاع، یعنی زمانی که یک کسی بغیر از الله عبادت شود پس اینمی غیر که از طاغوت میشه، طاغوت یا عبد میشه، طاغوت میشه. کی طاغوت میشه؟ امی کسی که عبادت از او میشه. خب اگر پیر باشه مثلا، یا یک رهبر باشه، یک انسان یا مولوی باشه یا مفتی باشه، کی طاغوت میشه؟ زمانی که به می عبادت راضی باشه. مثلا یک کسی میگه مولوی صاحب هر چی که تو گفتی ما امور قبول داریم، دیگه چیز نمیبینیم، بفهمی که طاغوت شده. نه، هر آنچه که الله و رسولش میگه مولوی صاحب ما گپ تو را تا حدی قبول داریم که الله و رسولش میگه، یا مفتی صاحب رهبر میگه به فلانی رهبر مست دانش هفچاش باد میشه، کسی خلاف از گپ میزنه اینطور میکنه. نه بگو هر کسی که خلاف حق گپ میزند باز ما او را جزا میتونم. تو نگو که خلاف از این گپ میزنم. هر چی که میبگه ما را داتش پرتیم خودم میپرتیم، در بحر بگو خدا پرتو میپرتیم. اگر او از این گپ ها راضی بود مردم برش رکوع میکن، سجده میکن، هر چی که صاحب شما میگن تعریف میکن، صفت میکن و هر حکمش عملی میکرد، حکم الله و رسول نمیدید، او هم خوشحال بود، بفهمی که طاغوت شده، راضی باشه راضی. اما اگر بد میدیدش بازور طاغوت نیست. کسی عبادت یک کسی را میکنه، مثلا انبیاء علیه السلام عبادت شدن، حالا میال عیسوی ها را که ببینید خدا عیسوی میگن یا مسیح یا نصارا. در کشور اروپا، امریکا، استرالیا هم 3 قاره، افریقا هم زیاد داره، دیگه کشورها هم کم کم آسیا هم داره. همین به خودشان میگن ما 2 میلیارد انسان، 2000 میلیون هستیم. همین 2000 میلیون انسان کی را عبادت میکنه؟ میال عیسی علیه السلام. عیسی را اله میگن، بعضش خدا، بعضش سیوم، بعضش فرزند خدا، کلش کافر مشرکه. بعضی هم مزیر، بعضی هم انبیای مختلف عبادت میکنن، بعضی انسان ها را. آیا ما انبیا را اینا طاغوت گفته میتونیم؟ نه، زیرا انبیا بیزار بودن و کسی که از چیز بیزار باشه اهل از او نمی باشه. پس ما عیسی علیه السلام طاغوت گفته نمیتونیم، زیرا عیسی علیه السلام گفت که یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. خب آیاتی تو نیست وقال ان الله ربی و ربکم. عیسی علیه السلام گفت که الله رب ما و رب شماست، عبادت الله را بکنید. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. کسی که شریک بکنه با الله کسی را الله جنت و بالایش حرام کرده. یعنی عیسی علیه السلام حق بیان کرد، مردم از شرک ترسان و گفت که من بنده الله هستم. قال انی عبد الله. اولین گپش است در طفلیش همی بود که من بنده الله هستم، ما عاجز هستم، ما ذلیل هستم بر الله، ما به دستور الله تابع هستم. و خدا گپ خدا بیان کرد، اما حال مردم او را طاغوت جور کرده عبادت میکنن. این حال سعی کنین مردم عیسی علیه السلام راستی عبادت میکنن، پس ما او را طاغوت گفته، خود عیسی را طاغوت گفته نمیتونیم که بگیم این طاغوت است. مثل که الله متعال در قرآن میگه سوره انبیاء آیت 98 99 انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لا واردون. یقینا شما و کسایی که عبادت میکنین بغیر از الله، سعی که پیامبر صلی الله علیه و مشرکین مکه را گفت انکم بدون شک شما ای مشرکین و ما تعبدون من دون الله، کسایی که عبادت میکنین بغیر از الله یعنی خدایتان،
معبودایتان حسب و جهنم، خاشاک آتش جهنم است. یعنی شما با خدایتان در آتش میرین، انتم لها واردون، شما از برای آتش جهنم داخل میشین، تو به امرای خدایت در جهنم میری. این گپ بسیار سخت بود با بالای مشرکین. یک کافره که بگوی تو به امرای الهت در جهنم میری. لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها، سعی که الله با پیامبرش گفت که بگو اینا را، اگر اینا آلهه می بودن، خدا می بودن، در آتش نمی رفتن. چرا در آتش رفتن؟ هر وقت که میگه این آیت نازل شد، فرح المشرکون، مشرکون بسیار خوشحال شد. گفتن که مشرکین گفتن سنکون و عیسی و عزیر معد آلهة فی جهنم فنعم الصحبه، ما عیسی و عزیر هم عبادت شدگی است و دیگه انبیا میگن آله های خدا نحساب، یا کلش در جهنم از بهترین رفیقا داریم ما در جهنم. الله آیت بعدی را نازل کرد که ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، ان الذين یقینا کسای سبقت کردگی است، من پیشی گرفته، لهم از برای زینا، من از طرف ما الحسنى، حسنا یعنی وعده جنت. الله میگه ما برای زینا جنت بیان کردیم، مثل عیسی علیه السلام و زید علیه السلام، انبیا کلش میتون. اولئک اینمی کسا عنها از آتش جهنم مبعدون، دور میشوند. دور خود چی میکنی که لا یسمعون حسیسا، حتی آواز آتش جهنم اما شرارتش هم نمیشنوند. و هم و این انبیایی که دعوت دادن اگر که مردم اونا را عبادت میکنن، فی مشتهت انفسهم خالدون، در آنچه که اشتها کردگی است، خواستگی است نفسهایشان، خالدون همیشه میباشند. مثلا امیال شما میبینین غیر از انبیا بسیار آدمای نیک علما هستن، قبرایشان وفات کردن، مردم رو زیارت جور کردن، مردم عبادت کردن، اون نگفتن، او رد کردگی است. اینا گفته نمیتونیم که آدم اگه خوب میبود عبادتش نمیشد، چرا قبر از زیارت شد؟ نه او گپ نگوی. بعضی هستن او در زندگی خود بیان کرده که قبر مرا میله جور نکنین، قبر مرا از من مدد نخواهین، بر من دعا کنین هر وقت سر قبرم تیر شدین، گنبد نزنین، چونه نکنین بر ما، دیگه قبر مرا حلقه و گپا زر و زیورات و رنگ و روغن نکنین، این گپا را بیان کردگی است. از ما چیز نخواهین، ما مخلوق هستم، ما بنده هستم، الله است حاجت روا و مشکل کشا، ما عاجز هستم، هر وقت اگر سر قبر ما تیر شدین بر ما دعا کنین. مثل که مثلا میرفت در قبرهای صحابه برشان دعا میکرد، اللهم اغفرهم وارحمهم، در بقیع الغرقات میرفت قبرستان مدینه، یا الله اینا را ببخش رحم کو. السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلفنا و نحن بكم لاحقون، اسال الله لی و لکم العافیه. یعنی اونا را میگه یا الله اینا را ببخش، دعای سلامتی برشان میکرد. ما ورا گفته نمیتونیم که آدم بد است، عیسی علیه السلام این عبادت شده را آدم بد بود؟ نه، او پیامبر اولو العزم است. الله میگه که امو شرارت آتش هم نمیشنوه، کشارش هم، و اینا در آنچه که اشتها کردن نفسهایشان میخواه، نفسشان که در جنت همیشه است. لا یحزنهم الفزع الاکبر، و غمگین نمیشه اینا را هیبت بسیار بزرگ روز قیامت، غمگینشان نمیشه، یعنی در روز قیامت در خوشحالی هستند. و تتلقاهم الملائکه، و ملائکه روبرو میشن با اینا، چی میگن؟ هذا یومکم الذی کنتم توعدون، این روزی است که بر شما وعده داده شده بود. سوره انبیاء آیه 101 تا 103. پس از این فهمیده میشود که او کسی که به عبادتش راضی نیست، یعنی راضی نیست کسی او را عبادت کنه، او را اطاعت مطلق بکنه، او مذموم نیست، او آدم بد نیست. و می خاطر انبیا عبادت شدن، پیامبرا عبادت شدن، صالحین عبادت میشدن، امیال میشن، کلشان بیزار هستند از او کسایی که اینا را عبادت میکنن. عیسی علیه السلام امیال اعظمی کسایی که میگن ما عیسویستیم بیزار از نفرت داره، و عزیر علیه السلام از یهود نفرت داره، دیگه صالحین از کسایی که در قبرها میان خود میزنن نفرت داره. امیال در قبر علی رضی الله عنه که معلوم هم نیست، در عراق ببینید مردم فرق خودانا میده میکنن، پیشانی خودانا خون میکنن، سجده میکنن. در قبر حسین رضی الله عنه و امامای اهل بیت که هستن، اونا شرک رد کردن، حسین حسن، اما مردم میره حتی 200 متری 300 متری 500 متری بکله میرن، این سجده میکنن، زو مدد میخوان، او را اله حاجت روا مشکل کشای. نمی شرک اکبر است، شرک بزرگ است. اما و امیال عبادتشان شده رایست، اونا نفرت داشتن. پس عیسی علیه السلام عبادت شد، بعد بلند آنها فرمود الله که در روز قیامت باز
الله عیسی علیه السلام هم میگه آیا تو مردم گفته بودی که عبادت کن؟ به خاطر کمی عابدین عیسی علیه السلام، کسایی که عیسی علیه السلام عبادت کرد الله اینا رو رسوا بکند. عیسی علیه السلام هم میگه سورت مائده آیه 116 را که ببینید، روز قیامت الله عیسی را میگه که ای عیسی علیه، تو گفتی مردم که مرا عبادت کنین و مادر مرا، امیال مریم مردم عبادت میکنن. یکی از سه خدا مادرشان میگن. عیسی علیه السلام در بدنش لرزه میگه یا الله ما چطور گپ بگویم؟ و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. زمانی که الله میگه یاد کوی پیامبر که میگوید قال الله، میگوید بر عیسی علیه السلام یا عیسی، عیسی صداش میکنه ابن مریم، فرزند مریم، پدر نداشت به این خاطر میگه فرزند نسبتش به مادر کرده. انت قلت للناس، آیا تو بر مردم گفتی در زندگی در دنیا اتخذونی و امی الهین، مرا بگیرین جور کنین مادر ما دو اله و معبود عبادت کنین من دون الله بغیر از الله. تو این گپا گفته بودی؟ عیسی علیه السلام بدنش میلرزه. روز قیامت بسیار روز خطرناک است، روز حساب است. قال عیسی علیه السلام سبحانك، پاک است تو یا الله از شریک. یعنی ما چطوری که بگویم با شرک است؟ ما یکون لی نقول ما لیس لی بحق، جایز نیست بر من، مناسب بر من نیست که بگویم گفته باشم آن چیزی که بر من حق نیست، من حقدار از این نیستم. این کنت قلتو فقط علمت، یا الله اگر من گفته باشم میگه پس تو میفهمی. سک عاجزی داره. اگر من گفته باشم یا الله تو علم داری، تعلم ما فی نفسی، علم تو میدانی آنچه که در قلب من، ولا علم ما فی نفسک، آنچه که در نفس تو است یا الله من نمیفهم. سک الله هم نفس داره. الله تو از قلبم خبر داری. انک انت علام الغیوب، بدون شک یا الله فقط تو به غیب ها عالم هستی، از قلب ها میفهمی، از گپ ها میفهمی. ما چطور گپا گفتیم؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، نگفته بودم لفظ نگفت ما برای زنا یا الله الا ما امرتنی به، مگر آن چیزی که تو امر کردی به ما. او چی بود؟ ان اعبد الله، عبادت خاص کنین با الله، ربی و ربکم، خالق ماست، رازق و معبود ماست، و رب شماست، خالق و رازق شماست. سعی کنین میگه ما گفتم که الله تو رب ماستی و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، و ما گواه بودم در بین از اینا تا که در بینشان زندگی میکردم. فلما توفیتنی، هر وقت تو مرا پورا د آسمان ها بردی و مرگ آوردی، کنت انت رقیب علیهم، تو گواه بودی به بالا از اینا، نگهبان. و انت علی کل شیء شهید، بر چیز تو حاضر هستی، علم داری. یعنی قبض کردی مرا، توفیتنی بدن ما، یا مرا بلند بردی آسمان ها تا مدتی که بعد زمین آمدم. سعی کنین عیسی علیه السلام یعنی در اونجا گواهی میتم قسم هر بنده سالم یا الله ما این کارو نکنیم. اگر کسی گفته بود، الله در قرآن میگه کسی گفت من اله هستم، مثل که میگن بعضی صوفیا رهبرایشان گفته وان الله سبحانه ما عظم شان منصور حلاج و غیره، و من یقول منهم اینی اله من دونی فذلک نزی جهنم و کذلک نزی الظالمین. الله میگه هر کس بگوید از ملائکه یا از انسان ها که من اله هستم بغیر از الله، فذلک نزی جهنم، ما یا آتش جهنم جزا میتیم و همین قسم هر ظالم جزا میتیم. ابن قیم رحمه الله میگه معنای طاغوت چی بود؟ ما تجاوز بالعبد، آن چیزی که بنده از او تجاوز کنه، حد و از حد شرعی که الله برش تعیین کرده، من معبود، از معبود، یعنی معبود الله است، از این برای بغیر الله دیگه کس معبود جور کنه، مثل عیسی علیه السلام و بندای نیک الله، و متبوع یا متبوع کس که تابعداریش میشد، مثلا رهبر باشد، امام باشد. امام ابو رحمه الله، امام شافعی، امامای مذاهب نی، حالا بعد مذهب امام قبول دارم دیگه شنی، این بسیار خطرناک است. خب اگر از حد ازی تجاوز کردی که هر چیزی امامو میگفت قبول دارم دیگه را قبول ندارم، این در شرک داخل است.
زیرا بگو هر گپی که امام گفتم مطابق حکم الله و رسولش باشه، مطابق کتاب الله و حدیث پیامبر باشه، قبول دارم. اگر در تابعداری از مطبوع یک کس تابعداریش میشه، از این از حدش تیر شد. او مطاع مثلا میتبع مطبوع که تابعداریش میشه، یقلد و تقلید از این میشه، نه مطبوع تقلید میکنه مردم، تقلید بلا دلیل گپش قبول داره و به اقتدا میکند به هدایات از او اگر از حدش تیر شه. ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را امام میدانیم، مجتهد میدانیم، بسیار آدم نیک میدانیم. الله او را جنت رو نصیبش کنه. خدمت کرد جایی که یقین کنین اشتباه میکرد و رجوع میکرد، الله اونا را جزای خیر نصیب کنه. همین قسم امام شافعی رحمه الله بسیار خدمت کرده، امام احمد ابن حنبل نه و امام مالک علیه. مسلمان ها اکثرش لی 4 مذهب هستند، تعصبات بعضش تعصب داره و بعضش نداره. تماما ائمه گفت اذا صح الحديث فهو مذهب، حدیث ای باشه اما مذهب ما، آنچه که الله و رسولش گفته. زمان می گپ ما را میبینین مخالف قرآن است، مخالف حدیث، دیش در دیوال گردن خدا را خلاص کردن. کتابای مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله رو ببین، دیگه مذاهب می گپ گفتن. شامی فتاوای ابن عابدین یا رد المحتار که ببینین کلانترین کتاب مذهب حنفی ما و شما، در اونجا میگه که امام صاحب میگه که اذا کسی یک روز مطابق یک مذهب عمل کنه، دیگر روز مطابق دیگر مذهب، به شرطی که دیگه حدیث داشته باشه، نه دلیل از مذهب ما بیرون نیست. چرا میگه مذهب امام چی است؟ قرآن است، حدیث است. اذا صح الحدیث فهو مذهبی و صح عن الامام، به صورت صحیح از امام ثابت شد که حدیث صحیح بود، اونم مذهب ما. ولی کسی که به حدیث صحیح عمل کنه بگه اینجا من به حدیث عمل میکنم، میگن نه از مذهب برآمدی. این مردم ها بسیار خطرناک. اگر اینا توبه نکنن، این را قبول نکنن که اطاعت از الله و رسول است، دیگه کسا اطاعتش در چارچوکات حکم الله و رسول میشود، از او بالان یقین کنین و او که امام مثلا بگن هر گپش قبول داریم، اگر که مخالف که الله و رسول باشد، اینا او را معبود جور کردن و خودشان عابد جور کردن و از حد شرعی خودان بیرون شدن. خطرناک شد دیگه. مطبوع یعنی او مطاع یعنی وقتی که تابعداری از او را بکند یک کسی، باز ازمی تابعداری خود از حدش تیر شود. مطاع کسی که فرمان برداریش میشه، یک رهبر از رئیس از وزیر از کلان قوم است، تابعداری از او میشه، امیر مسلمان ها. این گپ تابعداری باید شود. مثلا من اطاع الامیر فقط اطاعنی، کسی اطاعت امیر میگه اطاعت مرا میکنه. خب باز میگه که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت مخلوق در صورت گناه به خالق باشه جایز نیست. یا دیگه حدیث میاد تا وقت اطاعت کنین که به گناه امر نکند شما را. اینا اگری گفت که نه اینمی رهبر امام مولوی کلان ما وزیر ما هر چی که گفت اطاعت میکنیم، این از ایمان بیرون است، مطلقاً اطاعت. باز او آدم هم اگر راضی باشه فقط صار ذلک طاغوتا، او طاغوت بر ازی شد زمانی که راضی باشه. اگر راضی نباشد این او طاغوت نیست، خود ازی مشرک شد، امی تابعدارش مشرک میشه. مثلا ائمه دین ما و شما کلش گفتن گپای ما مطابق قرآن حدیث بود، عمل کنین، نبود نه. اینال یک کسی میگه هر گپش میگه چیزی که امام گفته و گپای از امام صحیح برش نرسیده است، قبول داره و الله و رسول حکمش رد میکنه، این از ایمان بیرون میشه. این گپ حتی شاه ولی الله دهلوی در حجت الله البالغه بیان کرده که یکی از علمای منسوب به احناف است. سعی کنین بعد از این شیخ رحمه الله میگه که طواغیت کثیرون، طاغوتا زیاد است، هر کس یک طاغوت خود داره. این کسایی که عبادت و اطاعتش مطلقاً میشه، از نظامش بسیار از در دنیا، همین رئیس جمهورهای دنیا کافر رو ببینی، حتی از بعضی از مسلمان ها رو ببینی که به عبادت و اطاعت خود مردم دعوت میتن. رؤوسهم خمسه، باز کلانا و رئیسای امی طاغوتا 5. اولش کدام است؟ ابلیس لعنه الله، ابلیس شیطان. شیطان اولین طاغوت است، خب که مردم به عبادت خود دعوت میتن و دلایلش در قرآن بسیار زیاد است. و من عبد و هو راض، دوم کسی است که عبادت ازش و او راضی شود، اطاعت از دستور شود مطلقاً او راضی باشه، خوش باشه، یا برای سجده میشه خوش میشه. او را عالم الغیب گفته میشه صاحب تو غیب می بزرگ هستی، غیب دان هستی، او خوش است که مرا غیب دان میگه، این هم طاغوت است. خب
و من دعا الناس الی عبادت نفسی، کسی که مردم به عبادت و اطاعت نفس خود دعوت میده یا چی میشه؟ طاغوت میشه. مثلا سعی کنید امام طبری در تفسیرش جلد 3 صفحه 19 را ببینید چی میگه امام طبری. یکی از مفسرین بسیار قرن 3 است، خب معتبر و تفسیر قرآن بر روایت و حدیث زیاد میکنه، با اقوال صحابه زیاد تفسیر میکنه. میگه و ثواب من القول عندي في الطاغوت، میگه ثواب و حق از اقوال در ارتباط طاغوت، در ارتباط معنای طاغوت به نزد ما است که انه کل ذی طغیان، سیکو کل ذی طغیان، میگه طاغوت هر کسی صاحب طغیان است. علا به چی طغیان میکند؟ میگه هر چیزی که صاحب طغیان باشد علی الله، هر کسی که به بالای الله طغیان کرد. فعبد من دون عبادت از او شود بغیر از الله، اما به قهر منو یا به زور، لمن او کسی که عبادت میکنم به زور را گفته بیا عبادت مرا بکن، و اما به طاعت ممن عبده له انسان کان ذلك المعبود او شیطان او وثنا او صنما او کائنا من کان من شیء، یا به اطاعت از او کسی که عبادت از او میکند، این اطاعتش میکنند، انسان باشد او معبود، سعی کنید شیطان باشد او معبود، بعضی شکلای شیطانی شیطان پرستا شکلای شیطان رو جور کردن، او وثنا بت باشد، بتای کلام، صنما بتای کوچک باشد، او کائنا ما کان، هر چیزی درخت باشد، رهبر باشد، عالم باشد، پیر باشد، یعنی هر چیزی که باشد عبادت از او شود، اینی را طاغوت گفته میشه. سعی کنین که ایره امام ابن جریر طبری یکم تو میگه تان از ابن قیم شما دلیل میگه، هر عالم این گپ بیان کرده، این خب مش نمونه خروار است، شما مطالعه کنید. این گپ بسیار مهم است دوستان، ما همین طاغوت باید بشناسیم که در شرک در طاغوت بسیار مسلمان ها واقع هستند، بسیار واقع هستند که از این دور شویم دوستا، بسیار خطرناک است شرک در طاغوت. خب پس تعریف امام طبری را هم با منبعش بیان کردیم. خب اولین طاغوت گفتیم ابلیس است، نه؟ 3 دانش ایجا بیان کردیم، 2 دانه دیگه شما گفتیم. دوم کسی که عبادتش او راضی باشه، سوم کسی که مردم دعوت میته به عبادت جان و وجود خود، پیر است، عالم است، رهبر است. چهارم کسی که دعوای علم غیب میکنه. پنجم کسی که حکم بغیر ما انزل الله، قانون دستور میته بغیر ما، یعنی قرآن و سنت دستور صادر نمیکنه، مخالف از او، این هم در طاغوت میاد. ان شاء الله بازی را بیان میکنیم. ابلیس لعنت الله علیه رئیس کل طاغوت هاست، رئیس کل کافرای دنیاست و کسایی که عبادتش میشه. چرا؟ زیرا عبادت میشود ابلیس و تابعداری از این میشه و اطاعت از ابلیس میشه و این راضی است. ابلیس که عبادت و اطاعت کنی خوش میشه، خوش میشود که مدام گناه اطاعت میشود، در حالی که الله برش اجازه نداده. و کسی که را مقدم میکنه در اطاعت خوش میشه و با اطاعتش مبارکی میگوید کسی اطاعتش کنه. و می خاطر الله متعال در قرآن بیان میکنه، میگه وقال الشیطان لما قضی، زیرا ابلیس مردم به عبادت خود دعوت میده. اومد شیطان چی میگه؟ سوره ابراهیم آیت 2 رسای کنید. وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعدتکم اخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. سعی کنید. شیطان میگه زمانی که فیصله میشه در روز قیامت جهنمی‌ها رو میگه بریم به طرف آتش، شیطان پرستا، طاغوت پرستا. باز شیطان چی میگه؟ متابعدارای خود، کسایی که کور عبادت کرده زنده باد مرده باد گفته، در عبادت غیر الله را که دوج شیطان دخیل است. چی میگه شیطان واره؟ ملامتشان میکنه. خب میگه ان الله وعدکم وعد الحق، الله شما را وعده داده بود، وعده حق، که اگر مرا عبادت کنین فقط اجتناب از طاغوت کنین جنت ها، و وعدتکم، من شما را می وعده دادم که اگر مرا عبادت کنین در نعمت ها میبرم شما را. خب فاخلفتکم، من مخالفت کردم، ما وعده خلافی کردم با شما. باز میگه در دنیا چی بود؟ و ما کان لی علیکم سلطان، نبود از برای ما به بالای شما کدام زور، به زور خود شما را ناوردیم که مرا عبادت و اطاعت کنین، از قانون ما زنده باد مرده باد بگوین. الا ان دعوتکم، مگری که دعوت دادم شما را. شیطان میگه من شما را دعوت دادم که بین مرا عبادت کنین، قوانین نظام مرا. شیطان بسیار قانونا جور کرده، کمونیسم، سکولاریسم، دموکراسی و چی نامای زیاد داره. فاستجبتم لی، شما چی کردین؟ استجابت. فقط من دعوت دادم، یعنی از جور کردم شما خیر زین ثبت نام کنین زنده باد فلانی خان، مرگ به فلانی خان.
شما زنده باد مرده باد والا شدید. میگه ما شما رو به زور ناوردیم، برین در جهنم بدبختا، خودتان گناهگار هستین. لیگم تا که میگفت مسلمان ها رو در افغانستان کشتن در جای دنیا باید میگفتن جنگ های تحمیلی، کافر سر ما تحمیل کرده بود. تو در روز قیامت گفته میتونی کافر ما را گفت مسلمان رو بکش و ما کشتم. ها شیطان هم در اونجا مردم ملامت میکنه که تو ما را گفتی بیا جواب بده. شیطان اینی جواب میده. خب پس اینجا استجابت چی؟ در فاستجبتم میگه شما استجابت کنید در تابعیت و تابعداری و در اطاعت. الله متعال در سورة یاسین میگه که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. سکن سورة یاسین آیتش. آیا من دستور نداده بودم بر شما ای اولاد آدم که عبادت شیطان نکنین؟ دیدین مردم شیطان عبادت میکنن و یا تابعدارای شیطانه. انه لکم عدو مبین، یقینا دشمن آشکارای شماست. الله متعال در آیت دیگه میفرماد الله تعبد الشیطان سکن انه لکم عدو مبین، یعنی به اطاعت تفسیرش آمده عبادت شیطان چیست که اطاعتش میکنی. پس اولش خو ابلیس بود، دومش کیست؟ و من عبد و راضی، کسی عبادتش و راضی باشه. این قید مهم است که راضی باشه. کسی عبادتش بغیر از الله یا اطاعتش و راضی باشد، این از جمله طواغیت است، بلکه از رئیس طواغیت است. بسیار مردم ها سمیال عبادتش از پیرا است. خب سجده میکنه، مردم رکوع میکنه، راضی است. رهبرات مردم در پایش میفتن. سمیال رهبر مثلا کمونیستا رو ببینی مردم به سجده و یا اقا خوش میخنده میکنه، حتی به زور مردم میگه ما که بیرون برآمدم کلتان رکوع کنین، اگر نکنین باز خفه میشم از پیشتون. چقدر که برش تقدس بتن که تو روزی دینده ماستی، تو این ماستی، مثل که مردم مثل را میگفتن که اگه این نباشه ما میمریم. همه قوا خوش میشن. خب الله نجات بده. و می خاطر اگه کسی بسیار احترامش میشد که از حد باید بترسن مردم بگه که قدر احترام نکنین که حالا مرا خدا جور نکنین، طاغوت جور نکنین. و همین قسم سیوم چیست؟ و من دعا الناس الی عبادت نفسی، کسی که مردم دعوت میته به عبادت خود، این اعظم، این بزرگترین طاغوت است. اول کسی که عبادت میشه و ساکت است، به عبادت خود دعوت نمیته، خوش از خلاص اطاعتش میشه و اطاعتش او مردم دین میگن، در غیر اطاعت الله و اطاعت رسولش راضی است، او طاغوت است. این کسی که مردم دعوت میته از همه کده کلانترین طاغوت است. مثل که میگه بعد مشایخ طرق صوفیه، طریقای صوفیه دعوت میتن. دوستان در صوفیا که از خوب آمه است، آدم های از تابع قرآن سنت است، خوب ولی کم مشکل دارن، این به شرک نمیره، ولی بعد اکثر صوفیا که از خراب است. خب مثلا ما که صوفی میگیم یعنی تو نیست که هر کسی خود صوفی با تابعدار قرآن سنت است، با یک ذکر میکنه با نام خودش صوفی مانده، و با نام ماندگی است، به خاطر نام ما را چیز نمیگیم تا که معنای شرک دو پیدا نشه. اینال امی طریقای صوفیه چی هستن؟ بعضش مردم میره سجدهش میکنن، بیخی در پایش خودم میپرتن و این میگه که بیاین سجده کنین، حتی کسی بیا سجدهش نکنه میگه این بیادبی کردی تو. هر گپی میگه، حتی میگه خدا در وجود ما است، مثل امی گروه ناجیه که در شهر کابل کار میکنن، نه در دیگه ولایت افغان ناجیه هستیم. ناجیه چی منو میگه؟ یعنی خدا آمد دشکم بابا آدم داخل شد. مثلا دالمان اینجا بسیار زیاد است، دیدانا و دالمان، نه دیدانا، همو پیر اختر محمد، گروه آقا جان و بابا جان که میگن مردم دعوت میتن و میگه خدا دشکم است، دیگه پیر میگه خدا دشکم است. بازوا چی میکنن؟ روی مسجد نمیبینن، میگه روی تا در مسجد نزنی که از طریقه میبرای کافر میشی. یا کسایی که میگن که اگر در این 4 طریقه نباشی از دین بیرون هستی، یعنی اگر برش بگوی که او طریقه ای مثلا چشتیه یا قادر یا غفوریه و غیره یا سروردیه، من در طریقه رسول الله صلی الله علیه و هستم، این طریقه شما خو 500 سال بعد و 600 سال بعد آمده، من مسلمان صحیح هستم یعنی میگه نه نیستی. خیلی صحابه خود در این طریقه شما نبود، نه امام ابو حنیفه رحمه الله، امام ابو یوسف، امام محمد و دیگه امیدین و مسلمان نبودن، باز چوب میمانه او تو بود و ای تو بود، باز فلسفه میگه. خب اینا رو سعی کنین مشایخ طرق صوفیه مردم به عبادت خود الله نجات بده. اینجا مرید و پیرم مشرک، مریدم مشرک. بعد مشایخ طرق صوفیه و رئیسای دلالت بعض از وا گفتیم
و روس رافضه، بعضی رافضی هم است کلانایشان مردم به عبادت خودی ها. روس اسماعیلیه، کلان اسماعیلیه. اسماعیلیه را که ببینین امی کلان ازیا که هست نه، کلان اسماعیلیه ای را میگن که اون میگن نماز نخوانین، نماز حرام که سرشان نمیخوانن. خب حجش چیست؟ میگه دیدن امی رهبر اسماعیلیه را که ما ببینیم میگه این حج است، این را حج گفته میشه. حج ما همیست که ما این را ببینیم، میگه زمانی که ما این را ببینیم این را حج گفته میشه. میگه زمانی که ما این را ببینیم این را چی است؟ اینمی حج است. و چیزی گناه میگه عیاشی، بی حجابی، همه شراب، هر چیز جایز است برشان. الله نجات بده. سیکو اینی کلانای تواغیت هستند و نحو ذالک. امثال از این خود چند تاش ما شما ای گروه با در جای دنیا برین، کل از اینا تعظیم میکنن، اتباع از اینا فوق بالای حد شرعی ایار مطاعین، یعنی مطلق فرمان بردار و متابعین بغیر از رسول الله هم تابعداری میکنن. خو این سیوم شد. چهارمش کیست؟ و من داشه من علم الغیب، کسی یک چیز از علم غیب دعوا بکنه. این جنس شیاطین هستن. این مثل کاهنایی است که میگه ما از آینده گپ میزنیم، نه کاهنا. یا فالبینا که میگه تو بیشی فالت میبینم، فال و تو فال است و تو آینده ای تو میشی، تو میشی. همین بعض جوانکایی که عروسی نکنه دختر بچه میشینن، یا پیش هندو میشینن یا پیش کاهن میشینن، بازور چی میگه؟ او را برش میگه که تو فال مرا ببین چی میشه داینده. بازو میگه او تو داینده و خانه عروسی که نه چیزی مرد باشه میگه در تو چهار دانه نکاح میکنی یا 3 دانه، او پیسه 1 دانه رو نداره، خنده میکنه میگه چقدر خوب، باید میگه پیسه زیاد بدی. اگه دختر باشه میگه بسیار یک شوهر خوب میکنی، بسیار سرمایه دار، بسیار پیسه دار، بسیاری. همین کسایی که بیدین باشن پیش ما میرن. پس بس میگه کسی پیش کاهن فالبین رفت او را تصدیق کرد فقط کفره، این کافر میشه، زیرا این او را غیب دان دانست. کسی را غیب دان بدانی کافر میشه، زیرا الله در قرآن میگه قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. بگو که تمام اون کسایی که در آسمان ها و زمین غیب نمیفهمه بغیر از الله. الله میگه چیزی که در قرآن خبر میده او را باید قبول کنی. عالم الغیب و شهاده، عالم الغیب فقط الله، دیگه کس نیست. این پیش از او میره. خب اگه او گفت که من غیب میفهمم، او طاغوت شد. سعی کنی حالا چقدر فالبینا این یا طاغوت هستن یا ساحر کسای سحر میکنن، از شیاطین مدد میخوان و بعد میگه ما تو میکنیم، یکی را بند میکنه یکی را باز میکنه. چقدر ساحرات یا متواغیت. یا کسی که گفتیم مدعی علم غیب است، یا کسی که قبول میکنه که غیب میدانه، خو از ایمان بیرون میشه. پنجمش کیست؟ و من حکم به غیر ما انزل الله، کسی که به حکم قانون غیر قانون الله، غیر ما انزل الله چه؟ غیر از قانون الله، قرآن و سنت دستور صادر میکنه. مثلا قضا محکمه قانون جور کرده، قوانین مدنی و جزایی و غیره مخالف قانون الله. او قانون از کجا گرفتگیست؟ یا از قانون امریکا گرفته، یا از فرانسه گرفته، یا از بریتانیا گرفته، از کشور کفری گرفته، یا از هند گرفته، یا از ایتالیا گرفته، یا از چین گرفته، یا از روس گرفته. با او حکم میکنه و قانون الله را مانده، دیگه قانون جرمه. این هم طاغوت شد. و کسی که مطابق از فیصله میکنه و راضی است، او از ایمان بیرون میشه. این اجماع است. سعی کنید کسی حکم میکنه به غیر ما انزل الله، این چند حالت داره، خود تفصیل است. مثلا قاضیایی که از دستور میگه که قانون گذار است، نه که مخالف قانون الله، دیگه قانون ساخت، ایمان از او خو رفت. این قاضیایی که به او حکم میکنن چی؟ یار چی میگی؟ یا کسی حکم میکنن به غیر قانون الله، عقیده داره که حکم از این جایز است، یعنی همین حکم قانون امریکایی جایز است. این چی میشه؟ این میگه از ایمان بیرون است. و ان لو یحکم، و از برای جایز است قانون جور کنه، و حکم قرین لحکم، و این میگه حکمش نزدیک است به حکم الله، موافق است به حکم الله، به قانون الله. میگه یعنی این فرق نداره، او یا مساوی است، حکم الله باشه حکم انسان باشه. این از ایمان بیرون است، این را طاغوت گفته میشه. عقیده داره که حکم قانون غیر الله جایز است، مثلا قاضی است، این طاغوت شد. یا میگه که برای جایز است قانون بسازه، فرمان، مثل که حکومت قبلی فرامی صادر میکرد، نه؟ اما قانون خشونت علیه زن که ببینید 10 مادش، من خود 10 تا شدیدم، مخالف قانون الله بود و او نافذ شده بود. یا میگه حکمش نزدیک است، این فرق نداره، مساوی است، یا افضل یا بهتر است از قانون الله قدر. امثال از این فإن هذا یعد طاغوت، این طاغوت گفته میشه.
یا ای که حکم میکند به غیر ما انزل الله و این میفهمد که این عاصی در حکم خود، گناهگار است، دوم صورتشی است، خب میگه گناهگار شدم و حکم الله بهتر است و حکم الله متعال تعیین شدگی است، لیکن غالب میشه به بالای از چی؟ نفسش. مثلا یک قاضی در جای فیصله میکنه که اونجا قانون از الله است، دیگه قانون جور نشده در برابر قانون الله، مثل در اکثر کشورهای اسلامی که در برابر از اون دیگه قانون جور شدگی است. او تو نه، اگه او تو باشه خو از ایمان بیرون میشه، اما قانون از الله است، مثل که در حکومت‌های خلافت بود که قانون الله نافذ بود، لیکن با بالا از این نفسش غالب میشه، شهواتش حکم میکنه و غیر ما انزل الله. در بعض مسائل قانون الله را میمانه، در دیگه مثلا رشوت میگیره، مثل که بعض کسایی که در فتنه واقع میشن قاضیا در مسائل و شهوات فیصله میکنن، نه در هر جایی که رشوت میگیره یا به خاطر که واسطه را قبول میکنه که من اینجا باشم، با مخالف حکم الله فیصله میکنه، نه ای باز به خاطر رشوت ناگار خدا میدانم کار خوب نکنه، حق فقط به و رجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار و رجل قضى للناس على جرم فهو في النار. سعی کنین که قاضیات چند قسمه، یکی در جنت، دو دانش در آتش است. او کسی که در جنت است کسی که حق شناخت قرآن و حدیث فقط به مطابق از فیصله کرد. سعی بسیار مثلا میگه 7 گروه مردم در زیر سایه عرش الله، اولش الامام العادل، امام که عادل باشه، قاضی باشه، امیر المؤمنین باشه، عدالت کنه مطابق قانون الله. این بسیار درجه داره، تا این در جنت است. و رجل دوم مرد قاضی که عرف الحق، حق شناخت، فجار فی الحکم، ظلم کرد در حکم، خوب فهو فی النار. قاضی مردم فیصله میاد، خب ایام داد بود شماره 1003 کبرا ابن داود می حدیث نجات به تجزیه قاضی ها، اینی نکس بخواه کرده حکم کرده و ما سمه الله عز وجل کفرا، که گناه است که الله و کفر گفته، یک کفر نه، از در اینجا این گناهگار است، یعنی کافر گفته نمیشه. سعی کنین یکی حکم بغیر ما انزل الله یک نوع دیگه است که در این زمانه قرن 20 و 21 در این وقت پیدا شد، قرن 19 و 20 و 21 چند قرن، که او چیست؟ تحکیم القوانین، حاکم کردن قوانین غیر الله. دیگه میگه بین قانون بسازیم، نه لوی جرگه قانون اساسی میسازن، لوی جرگه قانون گذارا و کردن. اینجا چی عبدالله کنن قانون با قوانین چی قضیه، قانون داخل میکنه، قانون کار اینین فاستبد امیال دنیای کفر تلاش می قانون خدا نافذ کنن و اینجا لوی جرگه را میخوان که باز قانون کفری قبول شود، مثل قانون افغانستان قبلیش بود، این قانون اساسی که بود نه در حکومت قبلی، لوی جرگه را خواست چی کنه تمام قانون را، همین کد جزا را ببینین، برای زناکار 16 سال قید داده بود. یک زن میگه حامله شده، این طفل از کجا کردی؟ خودش میگه زنا کردیم، شوهرم داره، این چی میگه؟ تو را ما به اشد مجازات محکوم هستیم، 16 سال قید. این قانون وضع شده است. خب سابق 16 سال، پسان 3 سال قید، 2 سال قید، در حالی که الله میگه او سنگسار شود تو و اگر اقرار کرد مجرد 100 درصد شود، این تغییر میده، دیگه قانون جور میکنه، حقوق زن ضایع میشه. مثلا شرابخور جزا بده، تو دست شقته کوی میگه روش سیاه میکنه، ایسو بگردان اوسو بگردان، این قانون رو برش، هر کس دزدی کرد روش سیاه کنین در شهر بگردانین، همین جزا برش. نه یا قتل کرد 16 سال قید، 20 سال قید، 30 سال قید. یعنی در حالی که الله میگه ای الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، قصاص مقرر شده در قتل، قوانین وزیر جور میکنه. فاستبدل الشرع استبدالا بقوانین، شریعت تبدیل میکنند به قوانین یأتی بها الحکام من عند غیر الله، که حاکما رئیس جمهورا از غیر الله را جور میکنند
من عند غیر الله و رسوله، غیر از قانون الله و رسولش، فیترک الدین، دین الله را ترک میکنه، نظام الله را و یؤتی بذلک. این قوانین دیگر هم این چیست؟ قانون الله را وسو کرد، دیگه قانون جور کرد، نه در ورقه و کتابا جریده رسمی نشرش کرد. چی میشه ای؟ میگه سعی کنین این را من نمیگم. یکی از مفتیای کلان سعودی شیخ محمد ابراهیم بود که قبلا وفات کردگیست. خب کتاب ازی را باز براتان میخوانم انشاءالله. یک چند صفحه نوشته کرده، رسالت تحکیم قوانین. خب این شیخ محمد ابن ابراهیم مفتی کلان سعودی است. او وقت که بودن حق میگفتند در سعودی، شریعت در داخل نافذ بود، اگر که در بیرون مشکل داشت. چی میگه؟ در اول رسالش تحکیم القوانین، تحکیم القوانین یک کتاب نوشته کردگیست. خب و دیگه فتاوا و رسائل محمد ابن ابراهیم آل شیخ، جلد 12 صفحه 284 و دیگه می قسم شماره 4065 ببینید. در فتاوای خدا ما آوردگیست. در رساله تحکیم قوانین چی میگه؟ سعی کنین. میگه عبارتش است: ان من الكفر الاکبر المستبین تنزيل القوانين اللعين منزلة ما نزل بالروح الأمين على قلب سيد المرسلين للحكم به بين العالمين وللرد إليه عند تنازل المتنازعين معاندة ومناقضة لقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. دوستان خوب دقیق گوش کنید. میفرمه میگه اگر کسی از کفر اکبر، کفر بزرگ مستبین که واضح آشکاراست، میگه چی است؟ تنزیل، جور کردن، نازل کردن، پایین کردن قانون لعین، سعی قانون وزیر می منزلت در مکان ما نزل به الروح، همون قانونی که روح الامین آمده، جبرئیل کتاب الله، علی قلب سید المرسلین، بر قلب سیددار انبیا، او را میمانی دیگه. که جبرئیل الله روان کرد به خاطر انسان ها، قانون نازل کرد کتاب الله، للحکم بی بین، به خاطر حکم بین مخلوقات دیگه، وللرد الیه، بازگشت تنازع متنازع در دعوا کرد، بیا قانون محکمه میبرش. معاندتانی معاند است و مناقض است لقول الله عزوجل، و این قول الله عزوجل که الله چی میگه؟ و این تنازعتم فی شیء، اگر شما تنازع کردین در یک چیزی، یعنی در گپ اختلاف پیدا شد، فردوه الی الله و رسول، باز بگردانین را به الله و رسولش، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما به الله و روز قیامت ایمان دارین. اگر به الله و روز قیامت ایمان دارین یعنی چی کنین؟ در وقت اختلافتانه، تنازعتانه، دعوایتانه به الله، قانون الله و رسول پیش کنین اگر ایمان دارین. اگر مؤمن هستی این کار بکن، ذلک خیر و احسن تأویلا. باز در اینجا در رسالهش بسیار گپ میزنه که گپ بسیار باز مهم است در این بخش. پس سعی کنین در این وقت تحکیم قوانین، پس چی گشت؟ کفر اکبر به الله، یعنی انسان از ایمان بیرون، قانون گذار و کسی که مطابق از قانون فیصله میکنه. چرا؟ لانه استبدال شریعت مکانش، در تبدیل کردن شریعت قانون الله در مکان چی؟ قانون الله، یعنی شریعت انسان آوردی، قانون انسان در بدل جای شریعت الله آوردی. فبدل شریعت الاسلام یأتون بشریعت، که تبدیل کرد می شریعت اسلام یأتون بشریعت فرانسه، شریعت و شریعت انجلترا، انگلیس و شریعت امریکا. اینی استبدال است. بعضی علمای درباری که هستن باز نه صاحب گناهگار میشیم چی نمیشیم. فاذا کان الحکم بی غالبا صار، وقتی می قانون به یعنی اکثر قانون فیصله مطابق قانون غیر شرعی شد، این تحکیم شد. صار الحکم فی اکثر امور الشرع بیاد، حکم در اکثریت امور شریعت به این قانون می شود. این استبدال شد، این تبدیل شد، یعنی قانون الله دیگه جور شد. کی کفر میشه؟ میفهم متى یکون کفر، این کی کفر میشه؟ میگه جوابش است. سعی کنین از این کتابی هم که ما گپ میزنیم، شرح فتح القدیر است، این هم یکی از علمای بزرگ سعودی سی گپ میزنه. خب شیخ صالح آل شیخ است. خب این از خانواده نواسای محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابراهیم مفتی اعظم سعودی بود. این میگه کی میگه تحکیم میشه؟ میگه اذا کان استبدالا، وقتی که تبدیل کردی قانون الله را کفر میشه. و متى یکون، کی استبدال میشه؟
میگه جوابش اذا کان تحکیم القوانین غالب، وقتی قوانین وضعی غالبا او تطبیق شود، اکثریت از او قوانین تطبیق شود، میگه اینجا انسان به کفر میرسه. میگه مثل که شیخ محمد ابراهیم در فتاوای خود آوردگی است. در فتاوایش که گفتیم که فتاوا رسائل محمد بن ابراهیم دست جلد 12 میگه که سوال میکنه از پیشش، هل تجب الهجرت من بلاد المسلمین التي يحكم فيها بالقانون؟ از این سوال کردن خب آیا هجرت واجب است از شهرهای مسلمان؟ شهر کافر خوبان هجرت کنی باید، حال بعضی در شهرهای کفری بدون تکلیف شش تا دقیقش نیست. میگه هجرت واجب است، فرض است از شهرهای مسلمانی که در اونجا به قانون حکم میشه، نه یعنی قانون وضعی نه قانون الله. جواب ایسا چی گفت؟ البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد اسلام تجب الحجرة منها، وكذلك اذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الحجرة، فالكفر والكفر وظهوره هذه بلد كفر. اما اذا كان قد يحكم فيها بعض الافراد او وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد اسلام. صحیح کنید؟ میگه که شهری که در حکم میشه به قانون وضعی او شهر اسلام نیست، سرزمین اسلامی نیست. نه در این حتی مذهب حنفی ما و شما میست قانون یک کشور میبینیم. تجب الحجرت و هجرت فرض است، از واجبت از او شهر برو. نمیال اکثر متاسفانه بین اکثر کشورهای اسلامی در قانون اسلام دوجه نمیشه فیصله. و كذلك اذا ظهرت الوثنیه، البته هجرت فرض میشه در جایی که قانون اسلام باشه، اگر نباشه باز در اون جایی که چیزی قانون اسلام است در اونجا باشی. جایی که باشه، اگر نباشه با چی میکنی؟ امکانش نباشه، رفتنش نباشه، انسان معذور است دیگه. و كذلك اذا ظهرت الوثنیه، وقتی که میگه وثنیت عبادت بت‌ها یا مخلوقات قبر پرستی و غیره اونجا آشکاراش من غیر نکرد کسی انکار نکند، از جا هجرت کن. مثل که قبرها از چیزای عبادت میشنیم بسیار شهراست، هیچ کسی چیز نمیگه. امیال نوروز میام مثلا سال نو میام مردم جنده را در مزار بلند میکنه، کسی او را چیز نگوید. جنده سخی یعنی زورتای سخی را بالا داره چوب سال آسان شدی، کلان شرک اکبره، چیزی از اون مدد میخواه، حاجت میخواه. وثنیت اینمی چوب عبادت میشه، کسی او را چیز نگوید. حکومت هم چوب باشه یا در کارته سخی بالا شد کسی چیز نگوید. ولا غیرت و تغییر هم داده نشد فتجب الحجره، هجرت میگه واجب است. فالکفر بفشول کفر میگه ایست که کفر جو اشکارا و ظاهر شد. هذه بلد کفر، ای بلد کفر. کفر چطور اشکارا میشه؟ قانون غیر الله یا کفریات شرکیات اونجا انجام میشه، کسی چیز نمیگه. اما اذا کان قد یحکم فی بعض، اگر بعضی افراد حکم میکند مثلا از پیش خود شخصی قانون نیست یا وجود کفریات کم میباشد که اشکارا نیست پتاست، اینجا میگه لا تظهر فهی بلد اسلام، ای شهر اسلام در اونجا زندگی کنی. سعی کنید فتاوا رسائل شیخ جلد 6 صفحه 181 سوال شماره 1451. یکم تا میگه شما از پیش خود میگه نه گپ اسلام است. اینا سعی کنین که چی گفت که اینجا وقتی پرسان متى يكون الحكم بالقانون كفرا، کی حکم به قانون کفر میشه؟ قال اذا كان غالبا فاشیا، وقتی که اکثر قانون کفری است. چرا؟ زیرا استبدال کرد می شریعت در مکان شریعت، وقتی که غالب شد یعنی اکثر کفریات فیصله شد، این تبدیل شد. و این قید میگه مهم است، به خاطر این مسئله بسیار مردم گپ میزنن در این عصر. کسایی که متعلمین هستند و کسایی که جاهلا هر قسم گپ میزنن. خب یعنی نرمترین گپ اینمی است که بسیار در این گپ در این بیان نرمش شدگی است. انشاءالله بعضی گپای از تحکیم القوانین هم باز بیان میکنه. الله ما و شما را از تواغیر نجات بده و عقیده ما بسیار مهم است. حال بعضی نماز خوانده و نفل خوانده را قربان ازشم هر طاغوت تایید کده میره. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. به دقت دوستداران و طرفداران مولانا محمد معروف راسخ حفظه الله تعالی رسانیده می شود و شبکه یوتیوبی و تلگرامی مولانا محمد معروف راسخ حفظه الله تعالی ابونه شوید. در شبکه یوتیوبی مولانا محمد معروف راسخ ویدیوها از قبیل خطبه ها، درس های تفسیر، درس های حدیث، شرح فتح المجید از کتاب التوحید و دیگر سخنرانی های ایشان منتشر خواهد شد. و در تلگرام باشد تمامی درس های تفسیر و حدیث
و درس شرح فتح المجید از کتاب التوحید و دیگر سخنرانی های ایشان و پاسخ به سوالات فقهی و عقیدوی از طریق واتساپ و تلگرام منتشر خواهد شد. اگر بخواهید در اجر ما شریک شوید، پس صفحات ما را برای دوستان و رفیقانتان ارسال نمایید. این را بدانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند پاداش دعوت کننده مثل پاداش عمل کننده آن است. پس بسم الله، لحظات خود را مبارک بشمارید و در نشر دعوت سهم گذار باشید.